قدیما یه مرد ساده دل توی یه روستا زندگی میکرد که فکر میکرد از همه بیشتر میفهمه. یه الاغ داشت که همیشه آروم و ساکت بود. یه روز یه فکر عجیب به سرش زد. من باید به این الاغ حرف زدن یاد بدم تا همه بفهمن چقدر باهوشم. از فرداش کلاس درس راه انداخت. یه کتاب گنده جلو الاغ باز کرد و با صدای بلند گفت بگو کتاب، کتاب. اما الاغه فقط گوشاشو تکون داد و به کتاب زل زد. هفته‌ها گذشت و اون مرد هر روز یه روش جدید امتحان میکرد. براش آواز میخوند، شکلک در می آورد، کلمات رو هی تکرار میکرد. ولی تنها جوابی که میگرفت یه عرعر آروم بود. کم کم مردم روستا که کارای عجیبش رو میدیدن دورش جمع میشدن و میخندیدن. یکی میگفت این عقلش رو از دست داده. یکی دیگه میگفت میخواد دنیا رو با حرف زدن الاغ شگفت زده کنه. مرده از خنده مردم و سکوت الاغ خسته شد. نشست زمین و قصه خورد. چرا هیچی یاد نمیگیری؟ من فقط میخوام تو حرف بزنی. الاغ آروم اومد کنار صاحبش و سرشو گذاشت رو شونش. همون موقع یه آدم خردمند که از اونجا رد میشد وایساد و نگاش کرد. با یه لبخند آروم اومد جلو کنار مرد نشست. گفت ای مرد، چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ مرد ناله کنن جواب داد میخوام به این حیوان زبون بسته حرف زدن یاد بدم ولی هیچی نمیفهمه. خردمند نگاهی به الاغه انداخت که ساکت ایستاده بود و گفت ای نادون، بی خود خودتو خسته نکن. تو هیچ وقت نمیتونی به الاغه حرف زدن یاد بدی. مرد با تعجب پرسید پس من چی کار کنم؟ خردمند گفت ولی میتونی یه چیز مهمتر ازش یاد بگیری. درس سکوت و گوش دادن. مرد یه نگاه به الاغش انداخت و برای اولین بار سکوتشو فهمید. فهمید که خرد واقعی تو پرحرفی نیست، تو خوب گوش دادن و فهمیدنه. از اون روز کمتر حرف میزد و بیشتر به دنیای آروم اطرافش گوش میکرد. دوست عزیز، اگه از این سبک ویدیوها خوشت میاد ویدیو رو لایک کن و کانال رو دنبال کن تا ویدیوهای بیشتری برات بسازیم. ضمناً نظر خودت رو درباره این ویدیو بهم بگو.